7 ساحل جنوب که آدمو میخکوب میکنه. اولی ساحل صدفی. اینجا تا چشم کار میکنه صدف میبینی. فقط یادتون باشه این صدف‌ها توی طبیعت قشنگن. آدرسش هم هرمزگان بندر لنگه. دومی ساحل شبتابه. شبیه این ساحل رو تو کالیفرنیا میبینی. راه دور چرا وقتی جنوب ایرانمون مثلش رو داره، حتی قشنگترشو. میگی نه، برو سیستان و بلوچستان، شهرستان کنارک، روستای تنگ. سومین لوکیشن ساحل دستیر. آماده سورپرایز باشین. این ساحل به حدی قشنگه که میره تو لیست سفر بعدیت. حالا کجاست؟ هرمزگان بندر لنگه. چهارمین لوکیشن ساحل نقره‌ایه که تو هرمزگان جزیره قشم و جزیره هنگام قرار داره. وقتی اونجا قدم میزنی انگار زیر پات اکلیل ریختن. پنجمی ساحل سرخ. ساحل سرخ هرمز آدمو درجا خشک میکنه. وقتی میری حس میکنی زیر پات خون ریخته. آدرسش هم هرمزگان جزیره هرمز. ششمین ساحل ساحل مارو. آب اینجا به قدری زلال و شفافه که به مالدیو ایران معروف شده. میتونی ماهی ها رو با کیفیت 4K ببینی. آدرس اینجا رو هم همه میدونن. هرمزگان شهرستان بندر لنگه 1.5 کیلومتری جزیره لاوان. هفتمین و آخرین لوکیشن ساحل مکثر، جایی که کوهستان و دریا رو میتونی یه جا با هم ببینی و از این ترکیب شگفت زده شی. حالا شما